خب دوستان سلام، خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز قراره بهتون یاد بدم که چجوری ادیتای تیک تاکی و فانک بزنید. پس بدون معطل بریم. خب اول از همه شما میرید و وی پی ان خود رو روشن میکنید. نه حالا مثلا جام دارم، حالا الان وصل. میایم بیرون، وارد تلگرام میشیم. اینجا می نویسیم اکسیژن ادیت که حالا خودتون میتونید کپی کنید بنویسید، توی دیسکریپشن نوشتم اکسیژن ادیت. این کانالش رو من حالا دارم، شما باید برید جوینش بدید. میرید تو اکسیژن ادیت، حالا کانال یوتیوبش هم من براتون میذارم. حالا میرید پایین اینجا نسخه آخر کپ کات رو گذاشته، حتما اینو نصب کنید، از مایکتون اینو نصب نکنید چون که کار نمیکنه کپ کات. همینو بزنید تا نصب شه دیگه. الان من خودم نصب کردم از قبل، شما باید نصبش کنید. حالا خب بعد از اینکه این کارو کردید میاید بیرون، کپ کاتتون رو پیدا میکنید، اینجا روش نگه میدارید. حالا من رفتم توش اشتباهی، روش نگه میدارید. اون گزینه علامت اطلاعات رو میزنید. حالا اینجا میاید پایین تو بخش استورج، اینجا کلیر دیتا رو میزنید و دیلیت رو میزنید. الان دیگه دیتای برنامه پاک شد، این کاری با برنامه‌تون نداره، نترسید. حالا میرید توی تیک تاک، حالا من قبل خودم یه تمپلیت گذاشته بودم ولی این حالا یه مشکلی داره. می نوشید تیک تاک تمپلیت، یعنی کپ کات تمپلیت، ببخشید کپ کات تمپلیت. حالا میاییدشون انتخاب میکنیم، ولی بعد یه چیزی رو، یه نکته‌ای داره که باید حواستون باشه که بهتون میگم. الان اگر مثلا من بذارم روی این use template in CapCut، اگه دیدید اون بالا که الان براتون معلومش میکنم، این بالا اگه اینو نوشته بود، اگه ویدیوتون صدا نداره، پس از اینجور مدل تمپلیت ها استفاده نکنید. هر بار که میرید تو کپکات بعد یه بار بیاید بیرون، این کارو بکنید تا کپکاتتون بیاره بالا، وگرنه نمیاره بالا، ارور اینترنت میده اینترنتتون وصل باشه. خب میاد یه تمپلیت درست حسابی پیدا میکنید. مثلا این تمپلیت هم که صدا نداره، این هم نه. این فکر کنم خوب باشه بچه ها. روی گزینه try this template میزنیم use template in CapCut و حالا همه چیز رو قبول کنید دوستان. و من خودم برای ویدیوام از این استفاده میکنم. use template رو بزنید، همه چی دسترسی بدید. حالا عکسایی که مورد نظرتون رو انتخاب کنید. حالا مثلا من یه چند تا از بمب افکن بی تو براتون میذارم که حالا یه تستی بکنیم. من خودم از این ادیت زدم، حالا میذاریم که تستش کنید دیگه. میتونید چند برابرشون هم کنید با دابل کلیک زدن روشون. خب روی نکست میذارید. وقتی عکستون رو انتخاب کردید توجه داشته باشید کلشون رو کامل بذارید. خب منتظر میمونیم که کپکاتمون بیاد بالا. خب دوستان اینجا اگه پلیش کنید خیلی بچه لگ داره و اف پی اسش هم مثلا خیلی پایینه. رو اکسپورت بزنید، اون پایینیه، اون تیک تاک نه، پایینیه رو بزنید. حالا بستگی به تمپلیتتون ممکنه، حالا بستگی به سنگینی و سبکی تمپلیت و حالا سنگینی عکس‌ها و ویدیوها حالا فرق میکنه مدت زمان اکسپورت. اگه دیدید یه جا گیر کرد نترسید، منتظر بمونه میره جلو، یعنی هیچ وقت گیر نمیکنه، حواستون باشه. خب ما الان منتظر میمونیم تا حالا یکم این تمپلیت ما سنگینه، یکم امکان داره طول بکشه. حالا اگه خواستید ویدیو رو بزنید جلو. دوستان من کل شورت هایی که درست میکنم، ادیت هایی که میزنم، همشون رو من با این کپکات درست میکنم. و خب بچه دقت داشته باشید که از هیچ جا دانلود نکنید، چون که کپکات حتی اگه وی پی انتون وصل باشه، اینترنتتون هم درست باشه، ارور اینترنت میده اگه اینجا دانلود نکنید. خب ردی شد، میریم توی گالریمون. حالا اولین چیزی که میاد اون ادیت جدیدیه که ما زدیم.
روش کلیک میکنیم و پخش میشه دوستان. همون عکسایی که گذاشته بودیم دقیقاً برامون درست حسابی در اومد. و این بود آموزش ادیت. واقعا کار سختی نیست با این تمپلیت های جدیدی که اومده، واقعا کار سختی نیست. و خب وقتی که این کارو کردید بیاید دوباره تو ستینگ دوباره همون کارو کنید که اگه خواستید بازم ادیت بزنید دیگه کپکات بهتون ارور نده. هر وقت وارد کپکات میشید میاد بیرون 100% این کارو بکنید. اگرم ارور داد بیاید این کار بکنید. هر اروری که داد با این کار درست میشه دوستان. تا ویدیوهای بعدی فعلا بای بای.